آغاز می‌گردد. امروز آخرین روز مسابقه پیش از موسمی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سال 2025 است. نخست رقابت برای به دست آوردن جای سوم دایر می شود که آنجا دو دسته از منطقه ولایت ختلان، پنجشیر ناحیه جلال الدین بلخی و سامان ناحیه دنغره به مسافه هم می آیند و برای به دست آوردن نشانهای برنجی این مسابقه تلاش خواهند کرد. خوب هیئت هر دو دسته به میدان میبرند، چون انا قبل از شروع رقابت سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا میدهد. ما نیز همچون رمز احترام گوش میدهیم و بعدا گزارش مستقیم خود را ادامه خواهیم داد. خوب بینندگان عزیز، اینجا گزارش مستقیم ما ادامه می‌یابد. مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که مسابقه پیش از موسمی است از سنه 10 فوریه آغاز گردید و 12 روز یعنی تا 22 فوریه ادامه می‌کند. در این مسابقه یعنی به مرحله نهایی 8 دسته از 3 منطقه راحت گرفتند. از شهر دوشنبه 4 دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش، ریگارتاداس، استقلال و حاصلات. از منطقه سقوط باشد دسته های لیگ یکم، سرازمی پنجکند و مسچوه ناحیه مسچو و از منطقه ختلان باشد دو دسته سامانی ناحیه دنغره و پنجشیر ناحیه جلال الدین بلخی توانستند که به این مرحله نهایی راحت بگیرند. دسته سامان در گروه ا جایگیر شد و با 2 غلبه و 1 باخت در گروه زینه دویم را اشغال کرد و به مرحله نیم نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان روی خویش را هموار نمود. دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش باشد فوتبال تاجیکستان در گروه ب قرار گرفت، همراه با دسته های مسچوه ناحیه مسچو، کلوب مرکزی ورزش ارتش و حاصلات ناحیه فرخار. و باید بگیم که دسته پنجشیر از گروه ب به مرحله نیم نهایی برآمد، ولی در دور نیم نهایی از باشگاه استقلال با 2 گل به جواب شکست خورد و هم اکنون در رقابت امروزه برای به دست آوردن جای سوم با تیم سامان رقابت میکند. دسته سامان باشد در مرحله نیم نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2025 از دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش ناکام شد. وقت اساسی آن رقابت مساوی ختم گردید و در سلسله ضربه های 11 متره بازیگران دسته سامان از ارتشی ها شکست خوردند و در عموم تا به دور نیم نهایی آمدن برای دسته سامان که در لیگ یک برآمد میکند تا جای نتیجه خوب هم هست و امروز فوتبال بازان این تیم امکانیت دارند که
برنده نشانهای برنجی شوند، ولی دسته پنجشیر نسبت بگیم که یکی از تیم‌های پرقوت است البته در رقابت امروزه و در بازی نیم نهایی بر مقابل استقلال نیز یک بازی خوب نشان دادند، ولی به دروازه خویش 2 گل سر دادند. خوب، از مرکز میدان فوتبال بازان دسته پنجشیر رقابت را آغاز میکنند. بیایید در ابتدای بخوری به حیاتی هر دو دسته توجه میکنیم و نخست از فوتبال بازان پنجشیر معرفی بازیگران را شروع خواهیم کرد، چون که پنجشیر در رقابت امروزه میزبانی نمینالی است. خوب، در خط دروازه دسته پنجشیر رقم 24 سرکودی پیتر است. حمایتگران این دسته رقم 17 رفشان عزیزف، رقم 19 فردوس علی نظرف، رقم 88 دولتبک سید امینف و رقم 13 قربانبوی شیرالیف. نیم حمایتگران این تیم رقم 6 تونا انابا، رقم 11 رمضان اشماتف، رقم 42 رمضان چیلایف، بعدن رقم 27 احمد جانی عبدالستار و رقم 9 روزی محمد عبدالرحیم. حمله‌ور مرکزی دسته پنجشیر در رقابت امروزه پرویز بقیاخونوف است. سرمربی این دسته باشد متخصص محلی بختیار حکیموف. خوب، هیئت دسته سومون نیست اینجا به ما نشان داده می شود. رقم 24 پیتر معذرت هیئت دسته سومون رقم 77 دروازه‌بان شهباز خیرالله زاده. در خط حمایه این تیم رقم 23 سمندر شریپوف، رقم 4 داوود رازیقوف، رقم 14 مظفر شریپوف و رقم 8 دلاور تاورالیف بازی میکنند. فوتبال بازان خط نیم حمایه رقم 16 میرزا شریف حسنف، رقم 15 امین جان قربانوف، رقم 11 محمد جانی صابر جانی محمد جان و رقم 9 سلطان قدیرف. حمله‌وران این تیم رقم 17 شاه احتم محمد ایسوف و رقم 10 خیرالله قدیرف هستند. سرمربی دسته سومون باشد این جاورشو شوقیوسف است. خوب، رقابت امروزه را گروه داوران از ناحیه شهر نو حکمی میکنند. داور اساسی عبدالله دولتوف است، به او از کنارها وفاق قرایف و غیرت روزیبایف کار و فعالیت خواهند کرد. داور احتیاطی باشد رستم نورمتوف است. باید بگیم که در رقابت امروزه وار نیست کار و فعالیت میکند برای سنجیدن همان حالتهای بحث برانگیز و در حجره وار زحل خوجا نظر فعالیت دارد. یاوری وار باشد این جورابک صدیقوف است. اینجا دروازه‌بان دسته سوم قریب بود که به اشتباه راه میداد و سر وقت توانست که از فشار حریف رها یابد. او تعیین می شود به نفع دسته سومون، چون که در آخرین حالت توپ محض بعد رسیش به پای بازیگری دسته پنجشیر بعداً ترک میدان کرده است. خوب، مسابقه پیش از موسمی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان باری 14 است که در کشور راه اندازی می شود. مراتب اول این مسابقه سال 2012 تشکیل گردیده بود و در اولین موسمی برگزاری جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان باشگاه ریگر تدس از شهر تورسونزاده قهرمان گردیده بود در سال 2012 و فوتبال بازان این تیم در فینال تیم خیر شهر وحدت را ناکام کرده بودند. در عموم در این مسابقه، یعنی مسابقه پیش از موسمی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان، از همه زیاد باشگاه استقلال شهر دوشنبه به غلبه دست یافته است 6 مرتبه. بعداً یعنی بعد از دسته استقلال در این مسابقه باشگاه ریگر تدس از همه زیادتر 3 مرتبه عنوان قهرمانی را مالی خویش کرده است. بعداً تیم‌های خیر شهر وحدت، کوکتاشینای رودکی، کلوب مرکزی ورزش ارتش دوشنبه و رفشن کلوب 1 مرتبه در این مسابقه به پیروزی دست یافتند. خوب، ضربه کنجی تعیین می شود به نفع فوتبال بازان دسته پنجشیر. باید به این وضعیت توجه میکنیم. فرصت خوب است برای بازیگران دسته پنجشیر در ابتدای رقابت. خب، ارسال توپ به داخل جریمه‌گاه. حمایتگران دسته سومون
اولین شده به توپ رسیدن و این وضعیت رو برطرف نمودند. امروز دسته پنشر که نماینده لیگ اولی است البته برتری دارد در قیاس به تیم سامان، به خاطر آنکه در حیاط این تیم لیگیونرها هنرنمایی میکنند و در حیاط دسته سامان لیگیونر نیست، به آن دلیل که دسته سامان در لیگ یک برآمد میکند و طبق همان قاعده های لیگ فوتبال تاجیکستان در لیگ یک اشتراکی فوتبال بازان خارجی یا خود به اصطلاح لیگیونر ممکن نیست. و امروز پره هم هیئت اساسی و هم هیئت ذخیروی دسته سامان را فوتبال بازان محلی تشکیل میدهند. در مرکز میدان فوتبال بازان دسته پنشر با توپ هستند و برای تشکیل هجوم نوبتی خویش در رقابت امروزه تلاش دارند. گزارش بسیار هم خوب توسط کناری راست هجوم نوبتی فوتبال بازان پنشر براه مانده می شود. حمایتگران دسته سامان خیلی هم خوب بازی کردند و به حریف اجازه ندادند که هجوم خویش را ادامه بدهند. حمله دسته سامان توسط کنار چپ براه مانده می شود، ولی در این وضعیت هنر و مهارت انفرادی حمله‌ور این تیم کفایت نکرد که هجوم دسته‌اش را ادامه بدهد. در وضعیت قبلی رمضان اشمعتف بود که تک و تنها خواست هجوم دسته سامان را ادامه بدهد، ولی این چیز برایش توجه دست نداد. قاعده بازی ویران گردید. فوتبال بازی دسته سامان برای به دست آوردن توپ اندکی غیر قاعده هم عمل کرد. در رقابت دور نیم نهایی دسته سامان با کلوب مرکزی ورزش ارتش بیننده‌های عزیز مبارزه برد. اونجا هیئت اساسی ارتشی ها برآمد نکرد، بلکه فوتبال بازان جوان این دسته با همراهی لیگیونران در دور نیم نهایی مبارزه بردند. وقتی اساسی اون رقابت مساوی 1-1 خاتمه یافت و بعد اجرای از ضربه های 11 متره کلوب مرکزی ورزش ارتش با حساب 4-3 غالب آمد و گذرنامه رقابت نهایی را صاحب گردید. دسته پنشر باشد در همین میدان 4 روز قبل در دور نیم نهایی این مسابقه از تیم استقلال با 2 گل به جواب با شکست روبرو گردید. اگر ما با تاریخ برگزاری جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان توجه کنیم، دسته پنشر 1 مرتبه برنده زینه سیوم شده است. اینجا قاعده بازی اندکی دغلانه هم ویران شد. از ساعت دسته سامان فوتبال بازی شماره 19 از پای افتانیده شد. برای دیگر میتوانیم که به این وضعیت توجه کنیم. نه معذرت، در این وضعیت فوتبال بازی شماره 11 صابر جانی محمد جان اندکی از پای خویش آسیب هم گرفت و وضعیت استانداردی است به نفع فوتبال بازان ناحیه دنگره. و در نزد توپ بازیگر شماره 4 حمایتگر داوود رازقов مسئول توپ را به بازی می‌درآورد. ارسال داوود رازقов به داخل جریمه گاه و اولین شده به توپ دروازه‌بان دسته پنشر رسید و توپ را توانست که بدون مشکلی قبول نماید. دسته پنشر در تاریخ برگزاری جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سال 2018 توانست که برنده نشانهای برنجی شود و امروز فوتبال بازان پنشر برای به دست آوردن این نتیجه باز هم تلاش خواهند کرد. توپربایی فوتبال بازان دسته سامان پای بازی های بسیار هم خوب از جانب فوتبال بازی این دسته بود که بعداً پس انجام دادهش به هم دستهش رفتن نرسید. خیرالله قادرov بود بازیگر شماره 10 که در وضعیت قبلی
کوشش کرد ولی موفق نگردید. باز هم موفق نمیگردند فوتبالبازان دسته سامان. در رقابت امروزه دسته پنشر از لحاظ دوره کنی توپ توجه پیش صف هم هست ولی فرصت های مناسب گلزنی تا کنون برای هر دو تیم به میان نآمده است. تنها یک فرصت از ضربه کنجی برای بازیگران پنشر به میان آمد که آن هم بدون نتیجه نظر رس جنبست گردید. هجوم نوبتی دسته پنشر از مرکزی میدان ادامه می‌یابد. طریق کنار چپ فوتبالبازان ناحیه جلال‌الدین بلخی با هجوم می‌روند. گزارش بسیار هم خوب. فرصت هست، ضربه و در این وضعیت حساب باز می‌گردد. بیننده های ارجمند در دقیقه 11 نیروسنجی بعد یک هجوم بابرار فوتبالبازان دسته پنشر در حساب پیش صف می‌شوند. هنرنمایی فوتبالباز شماره 9 روزی محمد عبدالرحمانوف در سطح عالی بود. از دو نفر همتگری دسته سامان گذشت، بعداً با پای راست از ضربه زد ولی در این وضعیت شهباز خیرالله‌زاده دروازه‌بان دسته سامان نتوانست که ضربه زده حریف رو برگرداند. خوب نوارهای تکراری از جانب کارگردان پیشنهاد ما و شما می‌گردد. ببینید که از همتگری دسته سامان چطور زیبا گذشت. با یک حرکت حریف رو فریب داد، بعداً فرصتی ضربه زنی رو پیدا نمود و کنج راستی دروازه را نشان گرفت و ضربه زدهش به گل انجام یافت. خوب دقیقه 12 رقابت و فوتبالبازان دسته پنشر در حساب پیش صف می‌گردند. باید بگیم که فوند عمومی جایزه پولی مسابقه عنعنوی پیش از موسم جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان بیننده‌های عزیز از 100,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. دسته که در فینال غالب می‌آید صاحب 50,000 سومانی، برنده نشان‌های نقره صاحب 30,000 سومانی و دسته که در این رقابت پیروز می‌گردد و صاحب زینه سیوم می‌شود در برابر مدال‌های برنجی اینچنین صاحب 20,000 سومانی نیز می‌گردد. اینجا فوتبالبازی دسته پنشر خیلی هم خوب بازی کرد ولی همتگری دسته سامان تا آخرین لحظه مبارزه برد و موفق گردید که توپ را به نظارتی دستش برگرداند. در داخل جریمه‌گاه خش همتگران دسته سامان اندکی موقعیت‌های خالی رو جا گذاشتند و از این چیز حمله‌وران دسته پنشر به طور ثمرناک استفاده بردند. البته این آغاز رقابت است، در ادامه وقت بیشتر است. فوتبالبازان دسته سامان را ضرور است که در رقابت امروزه بهره از باخت نجات یافتند باید تلاش کنند و از فرصت‌های به عمل آمده باید به طور ثمرناک استفاده برند. ارسال توپ به خط حمله باز هم به نتیجه است. در مرحله گروهی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان دسته سامان ناحیه دنگره با تیم استقلال، ریگر تدز و سرازم در گروه ا قرار داشتند. اونجا سامان 2 پیروزی به دست آورد، 1 پیروزی بر مقابل ریگر تدز، پیروزی دوم باشد بر مقابل سرازمی پنجکند و یگانه باخت این تیم از باشگاه استقلال بود و دسته مذکور با کسب 6 امتیاز از زینه دوم و دور نیم نهایی روی خش را هموار کرد. هجوم نوبتی دسته پنشر این نوبت توسط کناری راست ارسال توپ به داخل جریمه‌گاه ولی به نتیجه. انیقترش بعد صد گذاری از جانب همتگران سامان توپ بعداً از میدان بیرون شد.
فردوس علی نظرов дар назди тӯб қарор дорад. ҳимоятгари дастаи панҷшер ирсоли ӯ ба дохили ҷаримагоҳ. ҳимоятгарони Сомон имконият намедиҳанд. дар бозиёфти тӯб боз ҳам футболбозони панҷшер мавқеъ мегиранд. ирсоли тӯб ба хати ҳамла, фурсати навбатӣ. инҷо аввалин шуда дарвозабони дастаи Сомон. Шаҳбоз Хайруллозода тавонист ки тӯбро соҳиб шавад. дар рақобати имрӯза дастаи панҷшер албатта муддаӣ низ ҳаст. муддаӣ барои ба даст овардани пирӯзӣ. албатта ба он хотир ки ҳайати ин тим дар қиёс ба ҳайати дастаи Сомон андаке фарқкунанда ҳам ҳаст. айни замон дар ҳайати асосии дастаи панҷшер ду легионер баромад мекунад. яке дарвозабон Питер Саркоди ва дигаре нимҳиматгар Тауна Анаба. ва албатта мухлисони футбол ба хубӣ огаҳ ҳастанд ки легионерҳо дар қиёс ба бозигарони маҳаллӣ андаке ҳунарнамояшон фарқкунанда ҳам ҳаст. тӯбрабои футболбозони дастаи Сомон дар маркази майдон. капитани даста Самандар Шарипов тӯбро ба хати ҳамла ирсол кард, вале бенатиҷа буд. инҷо футболбозони панҷшер ба аксул ҳуҷум мегузаранд ва инҷо қоидаи бозӣ вайрон гардид. Султон Қодиров баъд аз он ки мувозинатро аз даст дод, андаке бо пӯи хеш ҳаракати ҳарифро ман низ намуд. бо бозигузорӣ аз ин вазъият истифода мебаранд. ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ба фурсати бисёр ҳам хуб, вале паҳлӯтар аз дарвоза. зарбаи задаи бозигари панҷшер тарки майдон мекунад. футболбози шумораи 27 дар вазъияти қаблӣ Аҳмадҷони Абдусаттор буд ки бо сар зарба иҷро кард. аз фурсатҳои ба амал омада бозигарони панҷшер мехоҳанд ки самаранок истифода баранд. инҷо ҳолати нобозӣ ба қайд гирифта шуд. Рамазон Чилаев ҳамлавари дастаи панҷшер дар ҳолати нобозӣ қарор гирифта буд ва ин чизро албатта довари канорӣ ба хубӣ мушоҳида кард ва сари вақт байрақчаи худро баланд низ бардошт. Тауна Анаба дар муборизаи инфиродӣ то ҷои муваффақ нест шуд. инҷо футболбозони дастаи панҷшер андаки ақибнишинӣ ҳам мекунанд. паси нодуруст. аксолҳуҷуми дастаи Сомон. ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ. ба инҷо фурсат метавонист ки ба миён ояд, вале бозигари шумораи 11 Собирҷони Муҳаммадҷон андаке пояш лағжид дар дохили ҷаримагоҳ, вагарна имкон дошт ки тӯбро қабул намуда баъдан зарба иҷро кунад. Тони Ануба легионери дастаи панҷшер дар маркази майдон натавонист ки ба тӯб соҳиб гардад. рақобати ниҳоии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон дар соли 2025 имрӯз доир мешавад соати 15 ва бошгоҳи Истиқлол бо клуби марказии варзиш Артиш ду дастаи шаҳри Душанбе бо ҳам бозӣ мекунанд ва ин рақобат соати 15 ба вақти маҳаллӣ доир мегардад дар анаҳмин варзишгоҳ. бозигузорӣ бисёр ҳам хуб. футболбози дастаи Сомон тавонист ки тӯбро дар назорати хеш нигоҳ дорад. фурсати навбатӣ, вале ҳимоятгарони дастаи панҷшер сари вақт ин вазъиятро бартараф намуданд. тӯб аз майдон берун гардид ва довари канорӣ ишора мекунад ки аут ба нафъи дастаи Сомон аст. Мирзошариф Ҳасанов бозигари шумораи 16
موفق نگردید که حمله دستش رو ادامه بدهد. دیگر بار از مرکز میدان فوتبال بازان سامان به هجوم میروند. پس بسیار هم زیبا مرزا شریف حسنوف موفق گردید که توپ را در میدان نگاه دارد، ولی بعداً با قاعده ویران کنی دست زد. اینجا بخشش هم میپرسد از فوتبال بازی حریف، ولی بازیگری دسته پنشر تصمیم گرفت که زود توپ را با بازی درآورد. فشار میآورند تا چند دقیقه آخر است که بازیگران سامان در خط حمله به حریف فشار میآورند. در موسم امسال دسته پنچر باز هم در لیگ اولی برآمد میکند. بیننده های عزیز، در موسم گذشته در چمپیونات تاجیکستان بین دسته های لیگ اولی تیم پنچر زینه 11 هم رو صاحب گردید. آنجا کوکتوش در زینه از همه آخر موفقیت گرفته ترک چمپیونات کرد، ولی باشگاه پنچر با برنده مدال های نقره لیگ یکم کشور بازی های گزارشی انجام داد با تیم پرواز شهر خوجند و دسته پنچر نوی جلال الدین بلخی توانست که از نتیجه دو رقابت بر پرواز ظفر یافته امکان اشتراک در لیگ اولی را در سال 2025 بهره خویش تامین کند. هجوم نوبتی دسته پنچر قطع گردید. رمضان چیلایف حمله‌ور این تیم بود که خواست به طور انفرادی حمله دستش را ادامه بدهد و توپ را از دست داد. بعد انجام سه دوره بازی های مرحله گروهی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان، پنچر با کلوب مرکزی ورزش ارتش برابر امتیاز به دست آورد، 7 خالی، ولی از لحاظ تناسب توپ ها پنچر در زینه دوم موفقیت گرفت. این تیم 5 گل به دروازه حریفان زد و 2 گل از دروازه خویش بیرون آورد. توپ از میدان بیرون نشده است. داور اندکی دیرتر صدای شتکی خویش را بلند نمود و اشاره کرد که الکی همون توپ خطی معین شده را عبور کرده است. حمله دسته پنچر، رمضان چیلایف اندکی سراسیمه هم شدند بازیگران این تیم. خود ویران کنی به قید گرفته شد از جانب حمله‌ور دسته پنچر و هم اکنون از این فرصت فوتبال بازان سامان توپ رو به بازی می‌دارند. امکانیت برای بازیگران دسته سامان و فرصتی بسیار هم خوب از بین می‌رود. انیقترش کاپیتان دسته پنچر در آخرین لحظه ها توپ رو از بالای خط زده بیرون کرد. بار دیگر میتوانیم که به این وضعیت توجه کنیم. از مرکز میدان ارسال توپ اجرا گردید. بعدا فوتبال بازی شماره 9 بود اگر اشتباه نکنم که جانبی دروازه پنچر ضربه زد. ارسال توپ به داخل جریمه گاه فرصتی نوبتی میتوانست که به میان آید. رمضان چیلایف رفشان عزیزف کاپیتان دسته پنچر در دقیقه 23 دروازه خویش را از گل نجات داد. هجوم نوبتی بازیگران این تیم شروع می‌گردد. پرویز ارسالی به کنار چپ میدان. ببینید که در همین وضعیت بعد از آن که رفشان عزیزف از فوتبال بازی حریف گذشت بر مقابلش قاعده بازی ویران شد.
مبارزه برای به دست آوردن توپ ادامه دارد. اینجا فوتبال بازی پنشر بسیار هم خوب بازی کرد. ارسال نوبتی توپ به داخل جریمه‌گاه. اینجا یک ضربه اجرا گردید و دروازه‌بان دسته سامان با مشکل این وضعیت را توانست که برطرف نماید. بازیگر شماره 13 قربانبای شرالیف جانب دروازه سامان ضربه مستقیم اجرا کرد. قاعده بازی ویران نشده است. طور مشاهده میکنیم هنگامی که فوتبال بازان دسته سامان توپ رو به اختیار خویش میگیرند اندکی سراسیمه هم میشوند. ارسال نوبتی توپ به خط حمله. هجوم دسته سامان ادامه مییابد. ارسال توپ و اینجا خطا اجرا کرده شد. صابرجانی محمد جان نتوانست که توپ رو بدون مشکلی به داخل جریمه‌گاه ارسال کند. هجوم نوبتی دسته پنشر رمضان چلایف حالت نوبازی نیست. اینجا رمضان چلایف در مبارزه انفرادی توپ رو از دست داد. ارسال توپ به خط حمله خیلی هم خوب اجرا کرده شد و اونجا ابتدا حالت نوبازی یا خدا نهمان افساید به قید گرفته شد. بار دیگر می توانیم به این وضعیت توجه کنیم. داور کناری اجازه داد که هجوم تو به نقطه نیایی خیش رسد ولی بعدا همان بیرقچه خود رو بلند نمود. هجوم دسته سامان ارسال تو به خط حمله به نتیجه است. هجوم دسته سامان امکانیت میتوانست که به میان آید. بیشتر در قبط دویم حمله‌ور دسته سامان نرنمایی خوب داشت صابرجانی محمد جان و از میان دو فوتبال بازی دسته پنشر توپ رو با نظارتی دستش برگردان. اینجا فوتبال بازی دسته پنشر اندکی آسیب گرفت در میدان خوابیده است ولی داور اجازه میدهد که بازی ادامه یابد. رمضان چلایف دیگر بار فوتبال بازی دسته پنشر میتوانند که به حمله روند. اوت است. در این وضعیت لیگنر دسته پنشر بازیگر شماره 6 تون انابا اندکی از همون رخسوره خیش جراحت برداشت ولی آسیب برداشتهش چندان جدی نیست. میتواند که بازی را ادامه دهد. به خاطر همون آسیب برداشته تون انابا اندکی رفت رقابت من گردید. فردوس علی نظرف حمایتگر دسته پنشر آماده است که از اوت توپ رو به بازی درآورد. حلقه تون انابا از زمین برخست و در داخل جریمه‌گاه دسته سامان است ولی داور با همکسبان خویش که در حجره ور قرار دارند همان حالت را مورد سنجش قرار میدهد که اونجا واقعا هم قاعده بازی ویران گردید یا اینکه نه.
عبدالله دولتов. خب نوارهای تکراری از جانب کارگردان نیز پیشنهاد ما و شما میشوند. تا اون انابا ولی یگان حالتی غیر قاعده دیده نمی شود. بازیگران سامان خواستند که زود به عکس الحمله فرار کنند ولی این چیز برایشان دست نداد. تا اون انابا ارسالیو به خط حمله رمضان چیلاєв برای به دست آوردن توپ مبارزه برد. اینجا فوتبال بازی دسته سامانند که به اشتباه راه داد. انیقترش پس انجام دادش در سطح خوب اجرا نگردید. تا اون انابا در مرکز میدان هجوم نوبتی دسته پنجشیر آغاز نمود. دیگر باره فوتبال بازان دسته پنجشیر به خط حمله می روند. ارسال توپ به رمضان چیلاєв بود ولی حمایتگران سامان اولین شده این فرصت را برطرف نمودند. همکنون هجوم جوابی دسته سامان ادامه می‌یابد. ارسال توپ به خط حمله خیرالله قادیروف. اینجا باید اندکی بروقتر پاس اجرا می‌گردید. هجوم دسته پنجشیر هر دو دسته تا چند دقیقه اخیر است که بازی هجومکار را به معرض تماشا می‌گذارند ولی در این وضعیت قاعده بازی ویران شد. زود فوتبال بازان پنجشیر توپ را به بازی می‌درارند. امکانیت برای بازیگران این تیم هست. فوتبال بازان دسته سامان از لحاظ اداره کنی توپ میخواهند که اندک تشبوس رو با دست خیش بگیرند. طرف کنار چپ میدان صابر جانی محمد جان هجوم دسته‌اش را ادامه دادن نتوانست. اینجا رمضان چیلاєв چیکار میکند؟ بر قصدانه توپ رو زده از میدان بیرون کرد. اندکی عصبانی هم شد به خاطر آنکه به او سر وقت پاس ندادند ولی همون خشم و غضب خود رو بعد توپ رو زده از میدان بیرون کردن اندکی پایان کرد. خوب اینجا از جانب کارگردان همون قاعده ویران کنی که با اشتراک فوتبال بازان دسته سامان انجام داده شد. پیشنهاد ما و شما گردید. فوتبال بازی شماره 9 این تیم سلطان قادیروف اندکی پای حریف را زیر کرد. اینجا داور به حیات هر دو دسته امکانیت میدهد که اندکی استراحت کنند و آب نوشند و همون خستگی خود را برطرف کنند. خوب دسته ها برمیگردند به بازی. فوتبال بازان سامان از اوت توپ رو به بازی در آوردند و همکنون قاعده فیر پلی نیز اجرا گردید. توپ به دسته پنجشیر برگردانیده شد. دسته سامان ناحیه دنگره مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان رو خیلی خوب پشت سر کرد. در منطقه خطلان دسته سامان زینه یکم رو صاحب گردید و راه خویش را به مرحله نهایی هموار کرد. گذرنامه دوم از منطقه خطلان نصیبی دسته پنجشیر گردید.
در مرحله مقدماتی در منطقه خطلان دسته سامان با تیم‌های نورک، سرحدچی، رفشن شهر کلوب و فیسکند 5 در رقابت کرد و توانست که با دست آوردن زینه اول به مرحله نهایی راه یابد. هجوم دسته پنشهر تاون انابا سرعتش کفایت نکرد که هجوم دستش را ادامه دهد. دیگر باره از اوت فردوس علی نظرف حمایتگر کناری دسته پنشهر آماده است که توپ را به بازی درآورد. امکانیت و گل. ببینید که از یک فرصت بسیار هم خوب فوتبال باز شماره 11 دسته پنشهر رمضان اشماتف نتیجه را 2-0 کرد. کسی بر مقابلش مبارزه نبرد و با ضربه سر مراتب دوم خط دروازه دسته سامان را در قسم اول رخنه کرد. امروز حمایتگران دسته سامان به خود مانند نیستند. ببینید که بر مقابل رمضان اشماتف کسی مبارزه نبرد. در همین فرصت بدون مشکلی به زدن گل دست یافت. دقیقه 37 رقابت و بیننده های عزیز حساب 2-0 به فایده دسته پنشهر ناحیه جلال الدین بلخی. ادامه رقابت توجه برای دسته سامان مشکل تر خواهد شد چون که فوتبال بازان این تیم هم اکنون با تفاوت 2 گل در حساب قفا میمانند. امروز انتظار می رفت که دسته سامان بر مقابل پنشهر تا جای خوب هنرنمایی میکند ولی چنین نشده ایستاده است. تا دقیقه 38 و الکی در 2 حالت آنها به دروازه خویش گل سر میدهند. اینجا دروازه‌بان دسته پنشهر بعد انجام یک حرکت زیبا بعداً به هم دستش پس داد. هجوم نوبتی دسته پنشهر رمضان چلایف بسیار هم خوب بازی کرد و بعداً اینجا 2 فوتبال بازی دسته پنشهر یک باره افتیدند ولی دوار عموما به این وضعیت توجه نکرد و طور میبینیم بازی ادامه یافته ایستاده است. طور در ابتدای گزارش نیز من قید نمودم فوتبال بازان دسته سامان در داخل جریمه‌گاه خویش به حریف امکانیت میدهند. مراتب اول فوتبال بازی شماره 9 از سطح دسته پنشهر توانست که به زدن گل دست یابد. روزی محمد عبدالرحمانوف و هم اکنون در دقیقه 37 فوتبال بازی شماره 11 رمضان اشماتف نتیجه را 2-0 کرد. گزارش فوتبال بازی دسته سامان به نتیجه بود. تا پایان وقت اساسی قسم یکم کمتر از 7 دقیقه باقی میماند و اینجا رمضان چلایف از پای خود و 3 برداشته است. حمله بر دسته پنشهر و فکر میکنم به یاری طبیبان نیز نیاز دارد. به خاطر عصبی برداشته رمضان چلایف اند که رفت رقابت نیز منع گردید. بعد انجام وقت اساسی نیمه یکم حتما دقیقه های بیشتر علاوه خواهند شد چون که طور میبینیم در نیمه اول تلف یافتن وقت بیشتر به نظر میرسد.
خوب از جانب کارگردان همون حالتی که رمضان چلایف واسه برداشت به ما نشان داده می شود. از زیادت 2 نفر رو توانست که رها یابد و نفر سوم از او توپ رو را بود، ولی این فوتبال باز از پای خش جراحت برداشته است. 2 فوتبال بازی کلیدی دسته پنشر به ما نشان داده شدند. یکی کاپیتان دسته رفشان عزیزов و بازیگر دیگر تحت شماره 13 این قربانبوی شیرالیف هستند که هر دو در خط حمایه بازی میکنند. خوب رقابت ادامه می‌یابد. رمضان چلایف اینجا فوتبال بازان دسته سومون توپ رو سوی میشوند. طریقی کناری راست حمله این تیم براه مونده می شود. میرزا شریف حسنوف ارسال توپ به داخل جریمه‌گاه دسته پنشر و اینجا ضربه هم اجرا گردید. دلاور تورعلیف در رقابت دوم موفق گردید که با سر ضربه زنند. به قاعده استیزی دست میزند فوتبال بازی سامان. بازیگر شماره 15 امینجان قربانوف. نیمه اول رو با برتری 2 توپ به انجام رسانیدند برای تیم پنشر. توجه خوب هم هست. البته فوتبال بازان این تیم را ضرور است که بهره به دست آوردن غلبه در رقابت امروزه باید بازی خود رو در ادامه بهتر هم کنند. اینجا هم دیگر فهمی خوبی نداشتند فوتبال بازان دسته پنشر. ارسال توپ به سمت رمضان چلایف اجرا کرده شد، ولی حمله‌ور پنشر هنرنمای خوب نشان داده نتوانست. تونی اناوبا ارسال توپ به داخل جریمه‌گاه سامان. اکنون فوتبال بازان پنشر به اشتباه راه میدهند. فردوس علی نظرف رمضان چلایف. فردوس علی نظرف از کناری راست پرتابیو به داخل جریمه‌گاه. حمایتگران سامان این وضعیت را برطرف کردند. هجومی با صورت این تیم شروع می‌گردد. میرزا شریف حسنوف ارسالیو به داخل جریمه‌گاه بود. صابرجانی محمد جان امینجان قربانوف به قفا پاس می‌دهد. سمندر شریپوف با پاس‌های کوتاه فوتبال بازان سامان توپ را در نظارت خویش نگاه می‌دارند. مظفر شریپوف داوود روزیقوف صابرجانی محمد جان ارسالیو با داخل جریمه‌گاه و وضعیت بسیار هم خوب. در این وضعیت خیرالله قادیروف خوب نوارهای تکراری پیشنهادی ما و شما می‌گردند. صابرجانی محمد جان با پای چپ توپ رو به داخل جریمه‌گاه روان کرد، ولی حمایتگر دسته پنشر خواست که با سرش توپ رو زده از میدان بیرون کند، ولی بعداً ضربه اجرا نموده او رو دروازه‌بان دسته پنشر پیتر سرکودی با دست برگرداند و همکنون در این وضعیت به نفع دسته سامان پنالتی تعیین می شود. بار دیگر می توانیم که به این وضعیت توجه کنیم. بله، در این وضعیت فوتبال بازی دسته پنشر با سر خواست که توپ رو از میدان بیرون کند، ولی
зарба иҷро намудааш самти дарвоза равон карда шуд. дарвозабони дастаи Паншер бошад, бу даст дар ин вазъият бозӣ кард ва пеналти таъин мешавад. хуб, дар қисми якуми рақобат довар 3 дақиқа зам кард дар назди туп. капитани дастаи Сомон, футболбози шумораи 23 Самандар Шарипов мавқеъ мегирад. фурсати хуб аст барои футболбозони дастаи Сомон ки дар нимаи аввал таносуби тӯбҳоро коҳиш бидиҳанд. довар ин рақобат муоширатро бо ҳамкасбони хаш ки дар ҳуҷраи вар қарор доранд идома медиҳад. бале, қарораш қатъӣ аст ва пеналти. Самандар Шарипов, зарбаи Самандар ва дарвозабони дастаи Паншер зарбаи ҷаримавии 11 метраро бармегардонад. Питер Саркоди яке аз беҳтарин вазъиятҳо барои футболбозони дастаи Сомон дар нимаи якум аз байн меравад. капитани даста Самандар Шарипов натавонист ки пеналтиро ба гол табдил диҳад. албатта Самандар Шарипов бисёр ҳам изҳори таассуф мехӯрад ба хотири он ки зарбаи задааш чандон касбӣ набуд. Питер Саркоди, дарвозабони дастаи Паншер, аз самти ҳаракати тӯбро муайян намуд ва тавонист ки онро бартараф кунад. агар дар нимаи якум футболбозони Сомон таносуби тӯбҳоро коҳиш медоданд, нимаи дуюм барои футболбозони ин тим то ҷое осонтар ҳам мешуд, албатта барои аз бохт раҳо ёфтан. аут аст. хуб, боз ҳам метавонем ки бар ҳамон зарбаи задаи Самандар Шарипов таваҷҷӯҳ кунем. кунҷи рости дарвозаро нишон гирифт, вале муваффақ гардида натавонист. ҳамлаи дастаи Сомон, зарбаи задаи инҷо Собирҷони Муҳаммадҷон паҳлӯтар аз дарвоза тарки майдон намуд. футболбозони дастаи Паншер дар нимаи аввал андаке хаста ҳам шудаанд, ба хотири он ки дар нимаи якум маҳз бозигарони ин тим бештар фаъол буданд, ҳам аз лиҳози идоракунии тӯб, ҳам аз лиҳози ташкили ҳуҷумҳо ва билохира баъди ин ҳама талошҳо тавонистанд ки ба задани 2 гол дар қисми аввал шарафёб гарданд. хуб, 3 дақиқаи изофа намудаи довар ба қисми якум низ пушти сар гардид. ҳуҷуми дастаи Паншер барои задани голи сеюм дар қисми аввал талош мекунанд, вале инҷо довар садаи уштаки худро баланд кард ва нимаи аввал ба поён мерасад. бозигарони Паншер нимаи аввалро бо бартарии 2 тӯб ҷамъбаст мекунанд. инҷо андаке танаффус эълон мешавад ва мо низ баъди 15 дақиқа ба қисми дуюми ин рақобат бармегардем. шабакаи моро пайгир бошед.
برای به دست آوردن مدال‌های برنجی مسابقه انعنوی پیش از مفصمی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سال 2025 رقابت کرده ایستادند. بعد پایان نیمه اول حساب 2-0 به نفع فوتبال بازان دسته پنجشیر است. در قسم یکم رقابت بازیگران این تیم از فرصت‌های به عمل آمده در دو وضعیت به زدن گل دست یافتند. در ابتدای قسم دوم در حیات این دسته تغییرات به میان می آید. فوتبال بازی شماره 11 ترک میدان میکند رمضان اشمتف و با جای او فوتبال بازی شماره 44 به میدان وارد گردید. فوتبال بازی شماره 44 این صدرالدین ایشقولوف است یا خود ایشانقولوف. بعدا یک تغییرات دیگر در حیات دسته سوم نیز انجام داده شد. فوتبال بازی شماره 7 وارد میدان گردید. این فوتبال باز البته سفربک قربانوف است از میدان باشد. فوتبال بازی شماره 10 خیرالله قدیرف گرفته شد. خوب از مرکزی میدان بازیگران دسته سوم توپ را به بازی در آوردند. باید بگیم که در نیمه اول فوتبال بازان ناحیه دنگره امکانیت 100% گلزنی داشتند. در دقیقه های آخر نیمه اول به نفع فوتبال بازان این تیم ضربه جریمه‌ای 11 متر تعیین شد و سمندر شریپوف کاپیتان دسته سوم نتوانست که آن را به گل تبدیل دهد. بعدا از دسته پنجشیر 2 گل به ثمر رسانیده شد. این گل یکمین دسته را فوتبال بازی شماره 9 روزی محمد عبدالرحمنوف در دقیقه 12 به هدف رساند و گل دوم این تیم را باشد فوتبال بازی شماره 11 رمضان اشمتف به نامش ثبت کرد و هم اکنون در نیمه دوم رمضان اشمتف ترک میدان کرد. در رقابت بر مقابل دسته استقلال در دور نیم نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان یک واقعه ناخوش واقعا هم به میان آمد. یکی از بازیگر کلیدی تیم پنجشیر ادین محمد رسولوف در نیمه اول از پای خویش آسیب برداشت، آسیب بسیار هم جدی و با یاری تعجیلی ترک میدان نمود و اگر امروز این بازیگر در حیات دسته پنجشیر قرار می گرفت حتما سرمربی او را از دقیقه های اول به بازی وارد می کرد، ولی اون واخوری ادین محمد رسولوف جراحت برداشت ترک میدان کرد و در رقابت امروزه که گل دوم به قید گرفته شد در نیمه اول فوتبال بازی دسته پنجشیر محض همون گل به ثمر رسانیده خویش را به خاطر همدستش ادین محمد رسولوف بخشید و البته این عملی انجام دادهش یک احترام گذاشتن به همکسب یا خود همدستش می باشد و ما نیز امید بر آن می‌بندیم که ادین محمد رسولوف فوتبال بازی دسته پنجشیر هرچه زودتر آسیب برداشته‌اش برقرار می شود، یعنی این فوتبال باز سلامتیش برقرار می شود و دیگر باره به حیات دسته پنجشیر برمیگردد. خوب تغییرات نوبتی که در حیات دسته پنجشیر انجام داده شد از جانب کارگردان پیشنهادی ما و شما میگردد. فوتبال بازی شماره 27 احمد جانی عبدالستار از میدان گرفته شده است و با جای او باشد از هیئت ذخیروی تیمور حسنوف وارد میدان گردید. سرمربی دسته پنجشیر متخصص محلی بختیار حکیم فلکی در قسم دوم نو بسته از آن که در حساب و برتری 2 گل پیشرفت است در حیات خویش تغییرات رو انجام داد. ببینید که تیمور حسنوف و بازیگری یک فوتبال بازی دیگر البته از هیئت ذخیروی به میدان وارد شدند. اساساً تیمور حسنوف حمله‌ور است و در ادامه نیروسنجی به جای احمد جانی عبدالستار بازی را ادامه می‌دهد. فوتبال بازان دسته سوم خواستند که با پاس‌های کوتاه از فشار حریف رها یابند ولی این چیز برایشان
توجه موفق نگردید. هجوم دسته پنشر، فرصت، ضربه و گل. در دقیقه 49 رقابت فوتبال بازان دسته پنشر گل سوم خویش را به هدف میرسانند و روزی محمد عبدالرحمانوف مؤلف دوبل میگردد. بیننده های عزیز، او در قسم اول توانست که یک مرتبه خط دروازه دسته سومون را رخنه کند و همکنون در دقیقه 5 نیمه دوم گل دوم خویش را به قید میگیرد. ببینید که در این وضعیت روزی محمد عبدالرحمانوف واقعا هم ضربه زیبا اجرا کرد، کنج چپی دروازه را نشان گرفت، ضربه تابناک و همزمان زمینی وارد دروازه میگردد. بازیگران ناحیه جلال‌الدین بلخی با برتری 3 توپ در حساب پیشرفت میشوند و اینجا یک نوفهمی نیست. سعی ترش یک قاعده ویرانکنی کوچک از جانب فوتبال بازان دسته سومون رخ میدهد. داور باشد دروازه‌بان این دسته را به نزد خویش دعوت نمود و یک آگاهی شفاهی نیز داد. در صورتی البته تکرار نمودن حتما به او کارت زرد نشان میدهد. شهباز خیرالله زاده دروازه‌بان دسته سومون از هنرنمای همدسته هایش که در خط حمایه هستند واقعا هم ناراضی است، چون که به حریف امکانیت میدهند و دسته پنشر که تجربه بازی در لیگ برتر کشور را دارد از این امکانیت ها البته استفاده میکند. نتیجه این همه هجوم ها را عین زمان ما در همین تابلوی رقابت امروزه دیده ایستادیم. 3-0 به فایده دسته پنشر. اگر دسته پنشر در رقابت امروزه پیروز شود و صاحب نشانهای برنجی مسابقه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردد، یک شروعی بسیار هم خوبه در سال 2025 برای این تیم خواهد بود. ارسال توپ به داخل جریمه‌گاه، ولی دروازه‌بان دسته پنشر اولین شده توپ را به دستان خود گرفت. از سمت دسته سومون بازیگری شماره 16 این نیم حمایتگر مرزا شریف حسنف بود که یک ضربه قوی رو انجام داد. موسم نوبتی لیگ عالی مملکت بیننده های عزیز امسال بروقتر شروع میگردد و دسته پنشر طور در آغاز گزارش نیز قید کردیم این موسم نیز در لیگ عالی برآمد میکند. موسم گذشته پنشر از این 11 رو کسب نموده بود با دست آوردن 16 امتیاز. طور گفتیم برای در چمپیونات باقی ماندن این تیم با دسته پرواز که در موسم گذشته لیگ 1 برنده نشانهای نقره شده بود بازی‌های گزارشی انجام داد و پیروز هم گردید. از وضعیت استانداردی فوتبال بازان سومون توپ را به بازی در آوردند. رمضان چلاف در یوتای 2 نفر بسیار هم خوب گذشت، ولی اندکی همون توپ را از نظارت خویش پیشتر هوا داد و توپ را از دست داد. امروز در خط حمله هنرنمای رمضان چلاف بازیگر شماره 42 دسته پنشر بسیار هم خوب است. به طور انفرادی از حمایتگران و فوتبال بازان سومون در چند وضعیت گذشت. هجوم دسته سومون تونی انابا اندک از پایش جراحت برداشته است و داور باشد به نقطه اجرایش ضربه کنجی اشاره میکند. در نیمه اول تونی انابا یک آسیب کوچک برداشته بود و در این وضعیت طور در نوارهای تکراری توجه میکنیم یک برخوردی کوچک نیست با فوتبال بازی دسته سومون داشت. اینجا داور اشاره میکند که هیئت دکتران در کار نیستند و بدون رسانیدن یاری اولیه تونی انابا میتواند که بازی را ادامه دهد. صدای که داور نیز بلند گردید. ارسال توپ به داخل جریمه‌گاه دسته پنشر
به نتیجه این هجوم جنبست شد. خب هجومی برای مونده فوتبال بازونی سامان تکرارا پیشنهاد ما و شما گردید که بازیگری که در قسم دوم به میدان وارد شد یک ضربه جانبی دروازه حریف اجرا کرد. دیگر بار به نفع فوتبال بازون دسته سامان ضربه کجی تعیین می شود. باید به این وضعیت توجه میکنیم. پرتاب به داخل جریمه گو و با اصول پشنوکی دو بازیگری دسته سامان کوشش کردند که ضربه زنند، ولی در دو وضعیت این چیز برایشان امکان نداد. اینجا دروازه‌بان دسته سامان از موقع خود بیرون آمد و موفق گردید که توپ را زده از نزدیکی جریمه‌گاه خویش دور کند. اینجا فوتبال بازی دسته پنشر اندک اشتباه میکنند. فوتبال بازی شماره 20 تیمور حسنف نتوانست که توپ رو در نظارت خویش نگاه دارد. روزی محمد عبدالرحمانوف، تیمور حسنف، تونی انابا با قفو پاس میدهد. رمضان چلایف در مرکز میدان ارسالی و به خط حمله ولی همدستش نتوانست که پاس او را قبول نماید. خواهید باورم کنید به خط گرفته شد. فوتبال بازی دسته پنشر بازیگر شماره 44 صدرالدین اشانقولوف اندکی بودست بازی کرد و این چیز رو داوری کنوری سر وقت مشاهده نمونده، رفت رقابت رو منع کرد. تونی انابا در مرکز میدان لیگانر دسته پنشر اینجا ارسال توپ به داخل جریمه‌گاه اجرا گردید ولی به نتیجه بود. بازیگران دسته سامان میخواهند که زود هجومی با صورت خویش را آغاز کنند ولی موفق شده نمیتوانند. صابرجانی محمد جان در خط حمله موفق گردیده نتوانست. اوت به نفع فوتبال بازونی سامان تعیین می شود. ارسال درو دراز با داخل جریمه‌گاه و پیتر سارکودی. تونی انابا نتوانست که به عکس الهجوم فرار کند. لیگانر دسته پنشر و توپ را از دست می دهد. صابرجانی محمد جان بر مقابلش قاعده بازی ویران گردید و اینجا وضعیت استانداردی به نفع فوتبال بازونی دسته سامان تعیین می شود. در همین وضعیت حمایتگر دسته پنشر غیر قاعده عمل کرد و این چیز رو داور سری وقت بینوبت گرفت. حمله دسته سامان به نتیجه است. حمایتگر این تیم بازیگر شماره 4
داوود روزیقف توپ رو به داخل جریمه گاه ارسال کرد، ولی حمایتگران دسته پنشر سری وقت این وضعیت رو برطرف کردند. هجوم نوبتی دسته سومون ضربه هم اجرا کرده شد، ولی بدون رسیش به یگان بازیگر از پهلوی دروازه ترک میدان نمود. پیتر سرکودی از همدستایش طلب میکند که چندان سراسیمه نشوند و همکنون از نزد دروازه خویش با بازیگزاری هجوم خود را شروع میکنند. تونی انابا علاقه توپ با خط معین شده را عبور کرده بود. در چند دقیقه اخیر است که فوتبال بازانی سامان از لحاظ توپداری پیش صف هستند. بعد یک پایغچ بازیگری دسته پنشر توپ رو به نظارتی دستش برگرداند. رمضان چیلایف اندکی خسته هم شده است. موسم نوبتی لیگ اولی مملکت امسال بر وقتتر طوری گفتیم سنه 7 مارس شروع می شود و اینجا یک ضربه بسیار هم خطرناک ولی به نتیجه به پایان رسید. در دور اولی موسم نوبتی لیگ اولی مملکت دسته پنشر ناحیه جلال الدین بلخی با تیم هولبوک رقابت میکند. بعدا در دور اول همزمان کلوب مرکزی ورزش ارتش با حاصلات، برقچی با رگرتدست، استقلال با خوجند، وخش با اسخاته و رفشان با سرفشان مبارزه خواهد برد. حمله دسته سامان ارسال توپ به خط حمله، اما کسی نیست که برای به دست آوردن توپ تلاش کند. همان تغییراتی که در حیط سامان در نیمه دوم انجام داده شد تا کنون نتیجه نمیدهد. فوتبال بازان پنشر برای به ثمر رسانیدن گل چهارم تلاش کردند ولی حمله این تیم در نیمه میدانی حریف قطع گردید. ضربه از مسافه دور و این ضربه خطا می رود. خطا اجرا کرده شد. انیقترش ضربه زده فوتبال بازی شماره 7 تیم سامان، بازیگری که در نیمه دوم به میدان وارد شد، سفربک قربانوف بلندتر از دروازه از میدان بیرون شد. رمضان چیلایف تونی انابا پس درست به هم دستش روان کرده نتوانست و بعدا لیگنری دسته پنشر به قوی تیزی دست زد. اینجا داور اشاره میکند که باید تغییرات انجام داده شوند. از سطح دسته سامانی دنگره فوتبال بازی شماره 9 سلطان قادیرов ترک میدان میکند و از سطح فوتبال بازی نوبت پای بازیگر شماره 63 فرقت خالبابویف وارد میدان میگردد. در نیمه اول از لحاظ اداره کنی توپ بازیگران پنشر پیش صف بودند ولی در نیمه دوم این نشان داد به نفع دسته سامان است. تونی انابا از فشار حریف رها می‌یابند، پس این نادرست ضربه از مسافه دور و این ضربه باز هم خطا می رود. این نوبت بازیگری شماره 16 مرزا شریف حسنوف در نیمه میدانی حریف توپ را قبول کرد. بعدا ضربه اجرا کردهش را طور دیدیم به نتیجه بود. اینجا یک بازیگری دسته سامان از پای خویش آسیب گرفته است و یاری اولیه طبی نیز به او رسانیده می شود.
اینجا فوتبال بازی دسته سامان همان حالتی که با او رخ داد از جانب کارگردان با من نشان داده می شود. بازیگر شماره 15 این تیم امینجان قربانوف اندکی جراحت برداشت، ولی اوسه برداشتهش چندان جدی نیست. در مرکز میدان فوتبال بازی پنشر توپ را با نظارت خیش میگیرند، باز هم به نتیجه است. اینجا بازیگر اوسه برداشته امینجان قربانوف آماده است که به میدان برگردد. هجوم دسته پنشر رمضان چلایف، تونی انابا باز هم اشتباه میکرد تونی انابا، ولی در آخرین فرصت توانست که توپ رو با هم دستش روان کند. تا چند دقیقه آخر است که فوتبال بازی پنشر با پاس‌های کوتاه توپ رو در نیمه میدان خود کنترل میکنند و این چیز برای بازیگران این تیم توجیه دست هم میدهد، چون که پنشر تجربه بازی در لیگ اولی بر مقابل تیم‌های پرقوت را دارد و بازی امروزه بر مقابل سامان توجیه برای این دسته مشکل هم نیست. فوتبال بازان سامان فشار میارند. تونی انابا ارسالیو با کناری راست، هجوم نوبتی دسته پنشر امکانیت هست و اینجا قاعده بیران کنی نیست. داور اشاره میکند که باید از نزد دروازه سامان توپ با بازی در آورده شود. خوب، تغییرات نوبتی در حتی دسته پنشر بیننده های عزیز انجام داده می شود. فوتبال بازی شماره 42 رمضان چلایف از میدان گرفته می شود و ساعتی ذخیروی این تیم فوتبال بازی شماره 8 آماده است که به میدان آید. حسین یعقوبوف وارد میدان گردید. باید بگیم که 2 دقیقه 67 هنرنمای رمضان چلایف در سطح خوب بود. بخصوص من هنرنمای انفرادی اش را در نظر دارم. در خط حمله در چند مورد توانست که از فوتبال بازان حریف گذرد و فرصت های گلزنی را نیز برای همدستانش به میان آورد. توبرابای بازیگران دسته پنشر یعقوبوف اولین رسیدگیش به توپ بود و اوت هم کار کرد. حسین یعقوبوف اساساً نیم حمایتگر است و مکنون در موقع رمضان چلایف بازی میکند. قربانبوی شرالیف ارسال طویل به کنار راست میدان و ضربه کنجی تعیین می شود. فردوس علی نظرف یک ضربه بسیار هم سخت اجرا کرد، ولی بعدی ساعت گذاری از جانب حمایتگران دسته سامان توپ از میدان بیرون شد. فردوس از ضربه کنجی توپ رو با بازی وارد نمود. اینجا مؤلف 2 گل دسته پنشر بازیگر شماره 9 روزی محمد عبدالرحمنوف ببینید که بجای در خط حمله باشد برعکس در خط دفاع بازی کرده ایستاده است. قربانبوی شرالیف عکس الهجوم دسته سامان. اینجا دروازه‌بان دسته پنشر پیتر سرکودی از موقع خود بیرون اومده این وضعیت رو توانست که برطرف کند. قاعده بازی ویران شد.
بر مقابل فوتبال بازی شماره 8 دسته سامان. نه، اینجا بر مقابل کاپیتان این دسته سمندر شریپوف قاعده بازی ویران شده است. تا پایان وقت اساسی این رقابت 20 دقیقه دیگر وقت است. فوتبال بازان سامان امکان دارند که از باخت در واخوری برای به دست آوردن نشانهای برنجی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان رها یابند. ولی گپ سر آن است که این دسته تا کجا از همون فرصت های گلزنی را تشکیل داده از آنها استفاده میبرد. اینجا حالت نوبازی به خط گرفته شد. نه، حالت نوبازی نه، برعکس به خاطر نیرنگ بازی فوتبال بازی دسته سامان کارت زرد میگیرد. خواست که با یک پرتافتی بر دروغ فرقت خالبابایف پنالتی کار کند، ولی این نیرنگ بازی او به کار نآمد. ببینید که در این وضعیت تونی انا به عموما یگان حرکت انجام نداد، ولی فرقت خالبابایف خود را زود به زمین پرتافت و وانمود کرد که بر مقابلش قاعده بازی ویران شده است. هجوم دسته سامان اینجا امکانیت داده نشد که حداقل ضربه اجرا گردد. صابرجانی محمد جان در مرکز میدان با توپ است. بازیکنان دسته پنشر قریب بود که توپ را از دست میدادند. در نیمه دوم فوتبال بازان ناحیه جلال‌الدین بلخی چندان برای به خط حمله رفتن اینقدر توجه نمیکنند. قربانبای شرالیف توپ را از دست داد. هجوم نوبتی دسته سامان تشکیل میگردد. گزارش بسیار هم خوب با پاس‌های کوتاه امکانیت ضربه هم اجرا گردید، ولی قربانبای شرالیف صد راه این ضربه گردید. صابرجانی محمد جان اینجا حمله دسته سامان ادامه می‌یابد. همکنون طریق کنار چپ فوتبال بازان نوعی دنغره خواستند که هجوم خیش را ادامه بدهند، ولی موفق گردیده نتوانستند. تونی انابا توپ را از دست میدهد. کوشش بازیگران سامان برای به ثمر رسانیدن گل اول در رقابت امروزه ادامه دارد. در داخل جریمه‌گاه و حالت نوبازی یا خود به اصطلاح آفساید به قید گرفته شد. در رقابت امروزه اگر اشتباه نکنم این مراتب سوم است که فوتبال بازان دسته سامان در حالت نوبازی قرار میگیرند. هجوم نوبتی دسته سامان به نتیجه جنبست گردید. پیتر سرکودی توپ را به بازی در آورد. ارسال درو دراز توپ به خط حمله و دروازه‌بانی دسته سامان بدون مشکلی توانست که توپ را به دستان خود گیرد. صابرجانی محمد جان در نیمه اول یکی از فرصت‌های 100% گلزنی دسته سامان از بین رفت. ارسال توپ به داخل جریمه‌گاه و اینجا تنها مبارزه برای به دست آوردن توپ بود که فوتبال بازی دسته پنشر موفق گردید.
فرقات خالبوبویف خود بازی رو ویران کرد. الکه این بازیگر یک کارت زرد در حساب خویش دارد و اگر بار دیگر کارت زرد گیرد حتما از میدان رانده می شود. چند پیش این بازیگر به خاطر نیرنگ بازی کارت زرد گرفته بود و این هم حمله‌ور دسته پنجشیر که در رقابت امروزه مؤلف 2 گل گردید. امروز لیگنری دسته پنجشیر تونی انابا در میدان خیلی فاول بود. به احتمال زیاد تو پایانی این واخوری در میدان باقی میماند چون که یکی از فوتبال بازان سر تجربه است تونی انابا و بودنش در میدان به نفع دسته پنجشیر است. صابر جانی محمد جان برای به دست آوردن توپ مبارزه برد. هجوم نوبتی دسته پنجشیر اینجا توپ و میدان رو ترک نمود و داور باشد اشاره میکند که اوت به نفع فوتبال بازان ناحیه جلال‌الدین بلخی است. تیمور حسینف بود که در وضعیت قبلی هجوم دسته پنجشیر رو ادامه داد. حالتی نوبازی نیست. ادامه حمله دسته پنجشیر. حمایتگران سامان اینجا تا آخرین لحظه تلاش نمودند و تیمور حسینف در همین وضعیت توپ بعد رسیش به پای حسین یعقوبوف معذرت بیننده عزیز چند پیش ما حسین یعقوبوف رو نامش رو نادرست به زبان گرفتیم. اینجا هیئت دکتران نیز به میدان دعوت میگردند. یک فوتبال باز از هیئت دسته پنجشیر آسیب گرفته است. اینجا بازیگران هر دو دسته فرصت پیدا میکنند که اندک استراحت کنند. باید بگیم که امروز در شهر دوشنبه اندک هوا آفتابی است و فوتبال بازان هر دو دسته در میدان تا جیم خسته شدند. در وضعیت قبلی فوتبال بازی شماره 88 از هیئت دسته پنجشیر جراحت برداشت. این دولت بک سیدامینف است. هیئت دکتران دسته پنجشیر نیز به او یاری اولی را میرسانند. اینجا دولت بک سیدامینف ترک میدان میکند طبق همان قاعده های فوتبال بعد رسانیدن یاری اولیه طبی و همکنون دو تغییرات دیگر در هیئت دسته پنجشیر انجام داده می شوند. فوتبال باز شماره 13 حمایتگر شیرعلی قربانبویف از میدان گرفته می شود. با جای این بازیگر فوتبال بازی شماره 66 از هیئت ذخیروی تیمور میرزا مرادوف وارد میدان میگردد. همزمان از هیئت این تیم بازیگر شماره 11 گرفته شد. اینجا دروازه‌بان نیز در هیئت دسته پنجشیر گرفته می شود. پیتر سرکودی از هیئت ذخیروی باشد. دروازه‌بان تحت شماره 47
وارد میدان میگردد. امید قدیموف تا اون انابا نیز از میدان گرفته شد و با جای او فوتبالباز شماره 47 امید قدیموف به میدان وارد شد. پیتر سرکودی دروازه‌بانی دسته پنچر در رقابت امروزه هنرنمایی خوب داشت در خط دروازه، خصوصا در پایان نیمه یکم توانست که ضربه زده فوتبالبازی سامان رو برگرداند. اونجا پنالتی تعیین شده بود به نفع فوتبالبازان ناحیه دنگره و سمندر شریپوف آن را نتوانست که به گل تبدیل دهد. و مکنون در ادامه واخوری در خط دروازه دسته پنچر امید قدیموف بازی رو ادامه خواهد داد. قاعده ویران کنی به قید گرفته می شود. فوتبالباز شماره 22 از هیئت دسته پنچر پرویز بوقیاخونوف فوتبالباز حریف رو از پای زده افتاند. هجوم دسته سامان امکانیت هست ارسال تو به داخل جریمه گاه و ببینید که این فرصت بدون نتیجه جنبست شد. موج دومی حمله دسته سامان، ضربه از مسافه دور و این ضربه خطا می رود. فوتبالباز شماره 8 از هیئت این تیم دلاور تورعلیف از مسافه دور دروازه حریف رو نشان گرفت ولی ضربه زدهش خطا رفت. تا پایان وقت اساسی واخوری دستای پنچر و سامان بیننده‌های عزیز کمتر از 10 دقیقه باقی میماند و حساب باشد 3-0 به نفع فوتبالبازان ناحیه جلال‌الدین بلخی است. آنها نتا رفت برای به دست آوردن زینه سیوم در رقابت امروزه نزدیکتر می شوند. جا خود ویران کنی به اعتبار گرفته شد تا از جانب حمله‌ور دسته پنچر. یعنی همین پایغیج انجام دادهش غیر قاعده بود چون که الکی توپ از نظارت فوتبالباز دسته سامان دورتر رفته بود. امکانیت نوبتی برای فوتبالبازان دسته سامان با اینجا امکانیت داده نمی شود. فرصت بسیار هم خوب بود. اینجا اشتباه میکنند. ضربه اجرا گردید و ضربه نه چندان خوب. دروازه‌بان دسته پنچر امید قدیموف نخستین وضعیت خطرناک را در نزدیک دروازه خویش توانست که برطرف کند. فردوس علی نظرف حرکت زیبا انجام داد. هجوم نوبتی دسته پنچر گزارشی بسیار هم خوب. روزی محمد عبدالرحمانوف ولی توپ را از دست می دهد. هجوم نوبتی دسته سامان نمای حمله این دسته طریق کنار چپ فرصت هست. ضربه هم اجرا گردید و امید قدیموف اینجا اندک اشتباه کرد ولی توانست که سر وقت اشتباه خود را جبران نماید. بازیگر شماره 7 از هیئت دسته سامان سفربک قربانوف در کوشش اول ضربه زد و امید قدیموف توانست که آن را برطرف کند. در نوبت دوم نیز کوشش انجام داده بازیگران سامان به نتیجه بود. ارسال تو به خط حمله رفتن نمی رسد. حسین یعقوبوف بود که خواست با یک پرتاب همدستش رو با دروازه‌بان 1-1 برآورد. مرزا شریف حسنوف تو رفت. دقیقه کمتر تا پایان این رقابت باقی میماند و بازیگران سامان برای به ثمر رسانیدن گل نخستین خویش در رقابت امروزه تلاش دارند. دلاور تورعلیف به قفا پاس میدهد. سمندر شریپوف صابرجانی محمد جان
ارسالی او به داخل جریمه گاه، ولی یگانه از همدستایش در داخل جریمه گاه برای به دست آوردن توپ کوشش نکردند. پرویز باقی اخونوف قاعده بازی ویران گردید در این وضعیت از جانب حمله‌ور دسته سامان صابر جانی محمد جان. عزت الله فیض‌الله از پای افتانیده شد. در مرکز میدان فوتبال بازان دسته سامان توپ رسایی میشوند. امکانیت هست. ضربه از مسافه دور و این ضربه از پهلوی دروازه میدان را ترک نمود. ضربه بسیار هم خوب اجرا گردید. و دیگر میتوانیم که به این وضعیت توجه کنیم. ببینید که سفربه قربانوف ضربه های خوب دارد، ولی در وضعیت قبلی اندک دقیقیت و ضربه انجام داده اون نرسید. بدون قاعده ویران کنی بازیگران دسته پنشر امکانیت هست و اینجا یک پایغجی که از جانب فوتبال بازی سامان اجرا گردید باعث بران شد که حمله دسته پنشر قطع گردد. جداور کارت زرد نشان میدهد به دو بازیگر دسته پنشر، یکی فوتبال بازی شماره 66 مهراب اسماتوف، نه معذرت این تیمور میرزا مرادوف بوده است. بار دیگر میتوانیم که به این وضعیت توجه کنیم. تیمور میرزا مرادوف غیر قاعده عمل کرد و به حریف میتوانست که جراحتی سخت‌تر رساند. اینجا داور دولتوف عبدالله با همکسبان خویش که در حجره ور کار و فعالیت دارند یک مشورت نیز انجام میدهد به خاطر همون قاعده ویران کنی که از جانب فوتبال بازانی دسته پنچر به قید گرفته شد. به احتمال زیاد داور در این وضعیت میخواست که کارت سرخ نشان دهد و به خاطر قراری درست برآوردن عبدالله دولتوف به نزد اکرانی ور می آید. یادآور می شویم که در رقابت امروزه که بازی برای به دست آوردن نشانهای برنجی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان جریان دارد، نظام ور فعالیت میکند. ببینید که فوتبال بازی شماره 47 دسته پنشر بر قصد پای حریف را زیر کرده است. حسین یعقوبوف کارت زرد خود را بازپس میگیرد و با او کارت سرخ مستقیم نشان داده او را میدان بدر میکند. امید قدیموف در همین وضعیت پای سمندر شریپوف را زیر کرد. داور باشد بعدی تماشای نوارهای تکراری کارت زرد خود را بازپس گرفته با او کارت سرخ مستقیم نشان داد و اکنون در دقیقه های آخری نیروسنجی بازیگرانی دسته پنشر یک نفر کم بازی را ادامه میدهند. صابرجانی محمد جان در دقیقه های بعدی فوتبال بازانی پنشر پر را در خط دفاع می نشینند. حمله دسته سامان صابرجانی محمد جان ضربه او را می بینیم ولی این ضربه از پهلوی دروازه ترک میدان کرد.
خوب از جانب کارگردان باری دیگر همون ضربه زده صابرجانی محمد جان پیشنهادی ما و شما گردید. ارسال تو با داخل جریمه گو بود. فرصت هست. فرقت خالد بوبویف بیرون از جریمه گو دروازه حریف رو نشان گرفت ولی ضربه خوب اجرا کرده نتوانست. یک نفر کم فوتبال بازان پنشهر به خط حمله توجه کردند. دیگر بار در کنار راستی میدان با توپ صابرجانی محمد جان قرار میگیرد. ارسال توپ با داخل جریمه گاه حمایتگران پنشهر اولین شده به توپ میرسند. اینجا اوت به نفع دسته پنشهر است چون که در آخرین وضعیت توپ بعد رسیدش به پای سمندر شریپوف بعدا ترک میدان کرد. خوب با 90 دقیقه وقتی اساسی این رقابت نیست به انجام رسد و از جانب داور رقابت امروزه به وقتی اساسی 4 دقیقه اضافه کرده شد. سمندر شریپوف در رقابت امروزه فوتبال بازان دسته سامان حداقل برای زدن یک گل تلاش خواهند کرد. اینجا حالت نوبازی به خط گرفته شد. داور اشاره میکند که فوتبال بازی دسته سامان در حالت آفساید قرار گرفته است. از مرکز میدان حمله دسته پنشهر شروع می‌گردد. امکانیت هست. ادامه حمله دسته پنشهر 2 نفر. اینجا حمله‌ور این دسته چیکار میکند؟ بازیگر شماره 9 میتوانست که بر وقت‌تر ضربه زند. امکانیت برای ادامه دادن حمله است ولی این ضربه که اجرا کرده شد خطا می‌رود. عزت الله فیض‌اللهیف میتوانست که به هم دستایش پاس بدهد ولی تصمیم گرفت که خودش هجوم را به نقطه نهایی رساند. کوشش نوبتی فوتبال بازان دسته سامان. الکی از 4 دقیقه زم نموده داور 2 دقیقهش پشت سر گردید. گزارش بسیار هم خوب. امکانیت برای فوتبال بازان دسته سامان هست. اینجا اندک لغزید و بعدا توپ را از دست داد. حسین یعقوبوف سرعت افزایی و طریق کناری راست قاعده بازی ویران نگردیده است. صابرجانی محمد جان ارسالیو با داخل جریمه گاه دسته پنشهر به نتیجه جمع بحث می‌گردد. کوشش نوبتی فوتبال بازان پنشهر بهری به ثمر رسانیدن گل چهارم بود ولی عزت الله فیض‌اللهیف در این وضعیت موفق گردیده نتوانست. ثانیه های به شمار تا پایان این رقابت باقی میماند. در مرکز میدان با توپ فوتبال بازان دسته سامان. ارسال توپ به داخل جریمه گاه دسته پنشهر. توپ از میدان بیرون نشده است. گزارش بسیار هم خوب.
ادامه حمله دسته سومون و ببینید که حمله‌ور این تیم از سیمتگرانی دسته پنشر چطور زیبا گذشت. و در همین جا بیننده های عزیز وخوری دسته پنشر و سومون با حساب 3-0 جمع بست می‌گردد. پنشر نوحیه جلال‌الدین بلخی در تاریخ موجودیت خش مرتبه دوم برنده نشانهای برنجی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان مسابقه عنعنوی نوئل می‌گردد. امروز در رقابت امروزه پیروزی دسته پنشر رو رمضان اشماتوف و روزی محمد عبدالرحیموف تامین نمودند. روزی محمد عبدالرحیموف با زدن 2 گل دست یافت و رمضان اشماتوف باشد با زدن 1 گل. خوب، در همین جا گزارش مستقیم ما با انجام رسد. در نزد میکروفون در خدمت شما بودم. شورای دولت خطیب زاده. خیر، تنسیت و خانه آباد باشید. Nico!